چهارم الفاظ کفری، کسی بگه دل من میخواه کافر باشم معاذالله، کافر میشه. پنجمین الفاظ کفر، کسی بگه کافرها از ما مسلمان ها بهتره یا رمدلتره معاذالله، یا بگوید کافر رمدار بهتر از مسلمان بهرم. الله جل شانه در کلام پاک خود میفرماید که مشرکین نجس هستند. الله در کلام پاک خود میفرماید که الله قلب مشرکین و یهود و مجوس و کسایی که کتاب الله و سنت رسول صلی الله علیه و سلم را تکذیب کردند، الله دلهای اینها را مر نهاده. ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم. او کافری که الله دل او را تاپه کرده، اگر رحم و شفقت در دل او بودی اول او ایمان می آورد، خود را از جهنم نجات میداد. انسان باید کلماتی نگه که الله را دروغگو معرفی کنه معاذالله. انسان باید در زندگی کلماتی تکلم نکنه که به اصطلاح با کلام الله تکرار داشته باشه. به هیچ صورت شرافت مؤمن و مسلمان با کافر